اگه مهاجرت کردی و تو دل خستگی‌ها و فشارهای روزمره تو تنهایی و سکوتت داری به این فکر میکنی که برگردم ایران یا نه، این ویدیو میتونه بهت کمک کنه. من محبوب زرین هستم، کوچ مهاجرت، و توی این ویدیو قراره در مورد مهاجرت معکوس باهاتون صحبت کنم. خیلی از ماها که مهاجرت میکنیم به این فکر میکنیم که برگردیم یا نه. بعضی وقتا حتی از بیانش هم میترسیم. انگار این ترس یه دلایلی داره که ما ازش خبردار نیستیم. اما اگه بخوایم بیایم اینجوری به این قضیه فکر کنیم که من به خاطر یک سری هدفهایی مهاجرت کردم و الان توی مسیری هستم که احساس میکنم حالم زیاد خوب نیستش، میخوام یه ارزیابی کنم ببینم چه چیزی حالم رو بد کرده. آیا مسیری که توش هستم مسیری هست که به درد من میخوره، حالمو میتونه خوب کنه یا نه؟ اگه به این فکر که ما میخوایم برگردیم به صورت یه ارزیابی نگاه کنم، یه چک کردن مسیر نگاه کنم، هیچ ترسی نباید از بیانش داشته باشیم. یعنی حداقل برای خودم به عنوان اینکه آره من دارم به برگشت فکر میکنم، هیچ ترسی نباید وجود داشته باشه. اما چه دلایلی وجود داره که من به برگشت دارم فکر میکنم؟ اونها رو اول باید برای خودم روشن کنم. یکی از دلایلی که وجود داره دلتنگیه که انگار همیشه با یه مهاجر هستش. خستگی های ناشی از اینکه تو همیشه باید تلاش کنی تا تو جامعه جدید سازگار بشی. چیزهای جدیدی وجود داره که تو باید همش در حال یادگیریشون باشی و این یک فشار و خستگی برات میاره که این فشار و خستگی باعث میشه که تو به این فکر کنی که برگردم، چون تو مدام باید در حال سازگار شدن با جامعه جدیدت باشی. سومین دلیلی هم که وجود داره روابط اجتماعیه که توی ایران داشتی اما توی جای جدید اون روابط سطحی هستن، اون عمق رو ندارن که تو توی ایران داشتی و تو انگاری اینجا ریشه نداری و باید تلاش کنی و به خودت فرصت‌های زیادی بدی تا بتونی توی جامعه جدید ریشه پیدا کنی، یه معنا پیدا کنی، اون احساس پوچی که داری اون برطرف بشه. یه چیز دیگه ای هم که دلیلی وجود داره که تو به برگشت فکر میکنی، عموما دلایل اقتصادی میتونه باشه، مخصوصا برای کسایی که وضعیت اقتصادی خوبی توی ایران داشتن اما تصوراتی که از مهاجرت داشتن با وقتی که مهاجرت کردن و واقعیتی که دیدن کاملا متفاوت بود براشون و فاصله زیاد بود و اون وضعیت اقتصادی که توی ایران داشتن و اینجا ندارن و این باعث میشه که به برگشت به ایران فکر کنن. و یه عالمه دلایل پنهان دیگه‌ای وجود داره، مثل احساس بی‌معنایی، احساس پوچی، فشارهای خانواده، مقایسه با دیگر مهاجران. اینا دلایلی هستن که تو داری به برگشت به ایران فکر میکنی. اما جایی که نباید اشتباه کنی اینه که الان میخوای تصمیم بگیری، بر اساس احساست نباید تصمیم بگیری، بر اساس آگاهی باید تصمیم بگیری. خیلی چیزها وجود دارن که تو ممکنه به خاطرشون تصمیم بر اساس احساس بگیری و بخوای برگردی. اصلا من نمیگم برگشت چیز اشتباهیه، فقط میخوام بگم تصمیمی که میخوای بگیری بر اساس آگاهی باشه. اگر میخوای برگردی تصمیمت بر اساس آگاهی باشه، نه احساس دلتنگی، احساس خستگی. یعنی وقتی خیلی خسته‌ای، خیلی دلتنگی، تصمیم نگیری برگردی، به خودت فرصت بدی. یا برای فرار از سختی هایی که مهاجرت داره، چون بعضی وقتا ما توی یادمون میره که توی ایران هم یک سری سختی هایی وجود داشت که ما به خاطرشون مهاجرت کردیم و اینجا هم یک سری سختی ها وجود داره که ما برای فرار از اونها دوباره میخوایم برگردیم ایران. برای فرار از دردها، سختی‌ها نباشه این تصمیمت، کاملا منطقی بر اساس معیارهایی تصمیم بگیری که من توی ادامه ویدیو بهت میگم چه چیزایی میتونه بهت برای تصمیم آگاهانه تر کمک کنه. یه وقتایی هم برای فرار از قضاوت دیگران تصمیم میگیریم که حتی بمونیم. این هم نباشه، یعنی تصمیممون بر اساس قضاوت دیگران، اینکه دیگران فکر میکنن اگه برگردیم فکر میکنن ما شکست خوردیم، فکر میکنن که ما در جا زدیم، حتی خودمونم فکر میکنیم که کم آوردیم. بر اساس اینها تصمیم نباشه. اینها چیزاییه که ما رو به اشتباه میندازه و تصمیم درستری نمیتونیم بگیریم. بعضی وقتا به نفعمونه برگردیم و اما به خاطر بعضی ترس هایی که داریم میمونیم و همه چیز رو تحمل میکنیم، به خاطر اینکه نمیخوایم دیگران به ما برچسب بزنن، نمیخوایم قضاوتمون کنن، نمیخوایم شکست خورده باشیم. در صورتی که مهاجرت یا برگشتش هیچ کدوم به معنای پیروزی، موفقیت یا شکست نیستش. حالی که تو اونجا داری بهت نشون میده که تو پیروز هستی یا نه. و اگر مهاجرت کردی و حالت تو دراز مدت خوب نیستش، این با
شکست فرقی نداره و تو به خاطر قضاوت دیگران نباید خودت رو وادار کنی که بمونی. این هم یک نوع تصمیم به اثر احساسه. حالا چیکار میتونیم بکنیم که تصمیمی که میخوایم در این مورد بگیریم تصمیمی باشه که بر اساس آگاهی باشه؟ اولین کاری که میتونیم بکنی اینه که ارزش‌هاتو برای خودت روشن کنی. الان چی تو زندگی برات مهمه؟ آرامش مهمه، امنیت مهمه، خانواده، دوستان، سلامتی، شغلت، کارت، محبوبیتت، جایگاه اجتماعی. چه چیزی الان برای تو اولویت اصلیه؟ چه چیزی ارزش اصلیه برای تو زندگی؟ و اونها رو بیای برای خودت صادقانه روشن کنی که چه چیزی الان برات مهمه. داشتنش یا نداشتنش آزارت میده. دومین قدمی که میتونی برداری در مورد اینکه تصمیم آگاهانه تری بگیری اینه که مشکلاتت رو تفکیک کنی. ببینی چه چیزی واقعا اینجا داره اذیتت میکنه. اون مسئله رو برای خودت شفاف کنی. ببینی اون مسئله مربوط به چی هستش. مربوط به خودته، مربوط به ساختار، مربوط به جامعه، قوانین، چه چیزی هست که واقعا داره تو رو اذیت میکنه و حالت رو بد کرده. اون رو مشخص کنی. اگه قابل حل شدن هست بیای حلش کنی برای خودت و اگه قابل حل شدن نیست یک تصمیم درستری راجبش بگیری. پس بیای مشکل واقعی که داری حالت رو توی این جامعه بد کرده رو بیای شفاف کنی. سومین قدمی که میتونی برداری بیای یه شبیه سازی انجام بدی. یعنی فکر کنی که برگشتی به ایران و الان به صورت واقعی بدونی که دقیقاً چه شکلی هستی، چه شرایطی داری. تصویر واقعی خودت رو بعد از مهاجرت برای خودت شبیه سازی کنی. جایگاه اجتماعی تو در همه ابعاد بیای اون شبیه سازی رو. الان روزمرت چه شکلیه توی ایران؟ این کار رو برای خودت بکنی قبل از اینکه تصمیم بگیری. و یه کار مهمی هم که میتونی بکنی از کسایی که برگشتن به ایران باهاشون صحبت کنی. نظرشون رو بپرسی. ببینی مشکلاتشون چی بودن، چه چیزایی باعث شدن که برگردن ایران، الان حالشون چجوریه. باهاشون مشورت کنی در مورد تصمیمی که گرفتن. اینها میتونه باعث بشه که تصمیمی که میگیرید بر اساس آگاهی و منطقتون باشه تا بر اساس یک احساس یا یک نوع واکنش. امیدوارم توی این ویدیو بهتون کمک کرده باشم در جهت این تصمیم گیری و اگر به عنوان کوچ میخواید توی این تصمیم گیری کنارتون باشم کافیه که از طریق لینکی که توی بایو هست با من در ارتباط باشید.